آقا ما چیزی باج نمیدیم، باید داد و ستد باشه. نفت میخوای باید برج ایفل رو بدی به ما. اون اصلا دست ما نیست مسعود. برج ایفل تو انگلیسه، فرانسه است. حالا هر جا. ما محسن چاوشی هم میخوایم. چاوشی رو که نه، ولی امینمو میگیرم ساسیو میدم. آقا این نفت ما چی شد؟ نفت نه، ولی برق میدیم بهتون. برق که خودتونم نداریم. آقا ما نفت میخوایم. قبوله، ما هم فنبوی میخوایم. مسعود زهر ما. آقا من حس میکنم یکم رفته درم. ما کرج با همه پرشیهاش میخوایم. قبوله، تو هم باید ختنه کنی. مسعود داد و ستد دیگه. راستی خودکار لفه قبل گم شد. اون قلیمت جنگیه، نمیدیمش. حالا که اینجوریه ببین، من آدم سر طلبیم، البته بعد از یه جنگ درست درمون. شما بیو این اینستاگرام منو ندیدی نه؟ نه چی نوشته؟ نوشته سور طلب ولی جنگ بلد. نشتی من با 405 شوتی اومدم اینجا. من از چی میترسونی؟ بچه محلات جمع کن بیار دروازه دولاب ببینم کی میبره. جرجه نکن بابا، ما خودمون گوجه بازی. تو برا بذارم کنار، خیلی ها زخمی هست.